به نام خدا. همراه ما هستید در چنل آوای کتاب فارسی. کتاب روانشناسی تاریک، اثر زک آدامز، مترجم المیرا امیری. مقدمه: روانشناسی تاریک با توجه به نامش به کارهایی مانند دستکاری روانشناختی و کنترل ذهن اشاره دارد تا به نفع فرد یا موقعیت کاری انجام شود. گرایش همه ما به سمت تاریکی است و این از خوی انسانی ما نشأت می‌گیرد. اما با این حال یکی از مواردی است که بیشتر به صورت اشتباه درک می‌شود. روانشناسی تاریک شیوه دستکاری شده و شرورانه را شامل می‌شود. در واقع هیچ جادوگر و غولی در این شکل از فریب و حقه وجود ندارد و این ممکن است تا حدی غیر واقعی یا فانتزی به نظر برسد. روانشناسی طبق دانسته‌های ما مبتنی بر مطالعه افکار، اعمال، ارتباطات و رفتارهای ما است. تاریکی همسو با روانشناسی تاریک با استفاده از روش‌های نسبتاً شیطانی یا شرورانه‌ای ناشی می‌شود که مردم برای دستکاری فردی، موقعیتی خاص و یا دستیابی به مورد دلخواهشان از آن استفاده می‌کنند. ولی بسیار خودخواهانه است که افراد آن را به نفع خود به کار ببرند. اما خودخواهی هم یکی از ویژگی‌های شخصیتی انسان است. برخی تصور می‌کنند دستکاری روانشناختی تنها یک تاکتیک انسانی نیست، بلکه در حیوانات هم مشاهده می‌شود. از این رو دستکاری روانشناختی ابزاری است که در میان بیشتر موجودات زنده رایج است. برای محافظت از خود در برابر روانشناسی تاریک باید بعد از درک و شناخت کلی آن به راحتی آن را به گروه‌های مختلف تقسیم و سپس اولویت بندیش کنید. وقتی چیزی را کامل می‌فهمیم می‌توانیم با آن برخورد کنیم. بر کسی پوشیده نیست که برخورد با ذهن انسان می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد. ممکن است روانشناسی تاریک در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما عوامل مختلفی وجود دارد که در مهارت، تمرین دستکاری روانشناختی و کنترل ذهن نقش دارد. هر کسی نمیتواند بگوید که در حال دستکاری شدن روانی است یا نه، زیرا این یک روش زیرکانه برای فریب دادن است، درست مانند کنترل ذهن. در این مورد ظرافت هم بسیار خطرناک است. خوشبختانه بخش اول این کتاب حاوی اطلاعات مهمی است که افراد برای شناخت روانشناسی تاریک به آن نیاز دارند. عوامل زیادی تعیین می‌کنند که آیا فرد مورد دستکاری روانی یا فریب قرار گرفته است یا خیر. اشخاصی را می‌توان قربانی نامید که تحت دستکاری روانی قرار گرفته باشند، زیرا از اینکه ممکن است کسی بر آنها کنترل داشته باشد آگاه نیستند. فرد قربانی مقصر آن بدبختی نیست که از طریق دستکاری، فریب و کنترل بر سرش آوار شده است. و اگر بخواهم صادقانه بگویم، نمیتوانیم پیش بینی کنیم که افراد در هر موقعیت یا شرایطی چه کار میکنند. این کتاب ویژگی‌های فردی را نیز بررسی میکند. برای مثال، روانشناسی تاریک را روی افرادی مانند خودشیفته‌ها تمرین میکند. اهداف دستکاری کنندگان را توضیح میدهد. همه متفاوتند و نیز به طور کامل برخی از پرکاربردترین تکنیک‌ها نیز توضیح داده میشود تا در ذهن خواننده درک دقیقی درباره این ایجاد شود که دستکاری روانی و کنترل ذهن شامل چه چیزی است. یک بار دیگر، اگر فردی مفهوم روانشناسی تاریک را تا حدی دریابد، تفاوت زیادی را در پیشگیری، بهبودی و آگاهی در میان قربانیان یا قربانیان احتمالی ایجاد می‌کند. متاسفانه هیچ راه دقیقی برای درک یا پردازش رفتار انسان وجود ندارد، زیرا کردار آدمی پیش بینی شدنی نیست و هر فردی متمایز از دیگری است. ما هیچ ابزار یا ماشین جادویی نداریم تا بتوانیم درون ذهن انسان را ببینیم و بفهمیم که آنها به چه چیزی فکر و یا در آینده چه می‌کنند. با این حال اتفاقات متوالی یا الگوهای مختلفی وجود دارد که با تجزیه و تحلیل شناخته می‌شود. بخش دوم کتاب توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از خود در برابر دستکاری کنندگان روانی و کسانی محافظت کرد که انسان را فریب می‌دهند تا به چیزهای دلخواهشان برسند. برخی از قربانیان به دلیل ویژگی‌های رفتاری و حتی شرایط خاص خود نسبت به دیگران اهداف آسان‌تری دارند.
ولی این تقصیر آنها نیست، زیرا اگر ما به عنوان انسان از چیزی آگاه نباشیم نمیتوانیم از خودمان در برابر آن مراقبت کنیم. همچنین بخش‌های مهمی در زندگی ما وجود دارد که ما را در برابر دستکاری روانی و فریب آسیب پذیر می‌کند و آگاهی از این صدمه دیدگی بالقوه گامی به سوی آگاهی و پشتیبانی است. این کتاب بینش‌هایی را نیز درباره چگونگی اجتناب از دستکاری ارائه می‌دهد که می‌توان به راحتی به آن دست یافت. هنگام برخورد با افرادی که افکار عمومی را دستکاری می‌کنند، درک جنبه‌ها و شناسه‌های یک دستکاری کننده روانی مهم است تا بر اساس آن بتوانید با آنها برخورد کنید. نیفتادن در دام کنترل کننده خیلی سخت است. با این حال همیشه توصیه می‌شود که در هر موقعیتی بی‌طرف یا اخلاق مدار بمانید. همچنین دستکاری روانی از عواطف و احساسات ناشی می‌شود و اطلاع از نحوه محافظت خود در برابر دستکاری روانی برای شما بسیار مفید است. دروغ و فریب نیز نقش زیادی در دستکاری روانی دارد. در نهایت این بخش از کتاب با بینش مناسب برای شناسایی دروغ و نیرنگ و آگاهی درباره اینکه چگونه رسانه‌ها و تبلیغات افکار ما را دستکاری می‌کنند و فریبمان می‌دهند شما را آماده می‌کند. بهتر است بدانید که روانشناسی تاریک شامل نقش‌هایی است که ما در زندگی دیگران داریم. این بازتابی از سمت تاریک ما و چیزی است که هر فردی در درون خودش دارد و فرقی نمی‌کند که فرد با کدام فرهنگ، مذهب یا قومیت همسات پنداری کند. گفته می‌شود که تمام بشریت به این مرض لاعلاج مبتلایند. در درون همه ما یک جنبه انحرافی، سرکش و بیمارگونه‌ای وجود دارد که بیشتر به دلیل شرایط خود را به شکل پاسخ نشان می‌دهد. در واقع ما هرگز از تاریکیمان رها نمی‌شویم، پس باید خودمان را برای مدیریت آن آماده کنیم. وقتی این تاریکی روی فردی تأثیر منفی بگذارد، خطرناک می‌شود. در واقع دلیل وجود این همه تاریکی در این دنیا ناتوانی مردم در کنترل وجهه تاریکشان است. همچنین روانشناسی تاریک نشان می‌دهد همه ما به طور بالقوه جنبه خشونت‌آمیزی داریم. در واقع این کشش به سمت پرخاشگری در همه افراد ذاتی است. تمایلات ستیزجویانه را می‌توان از طریق عوامل مختلفی داخلی و خارجی آشکار کرد. این رفتارها غارتگرانند و حتی اگر هیچ دلیل یا انگیزه‌ای نداشته باشند باز هم بروز می‌کنند. مفهوم تبدیل شدن افراد به شکار یا شکارچی بیشتر تحریف و به اشتباه درک می‌شود. هدف روانشناسی تاریک و مطالعات آن شناخت و درک بهتر ذهن انسان و جنبه تاریکش است. این یک ویژگی انسانی است و با رفتار حیوانی مقایسه می‌شود، اما در هیچ گونه دیگری به جز نژاد انسان پیدا نمی‌شود. رفتار فرار یا دستکاری در دیگر موجودات زنده نیز دیده می‌شود، اما بشر تنها موجودی است که می‌تواند این اعمال را بدون دلیل انجام دهد. برای مثال، حیوانات فقط برای مراقبت از خود یا جهت حفظ بقا رفتار خشونت‌آمیز و دستکاری را نشان می‌دهند. در بخش سوم این کتاب بینش زیادی درباره اخلاقی ماندن حین تمرین یا استفاده از جنبه‌های خاص روانشناسی تاریک وجود دارد. هنگامی که بین ذهن و رفتار انسان با انسجام کار می‌کنیم، احترام گذاشتن به دیگران بسیار اهمیت می‌یابد. ذهن انسان کاملا پیچیده است و روزانه هم صدها یافته جدید درباره روانشناسی ارائه می‌شود. اما اگر با روانشناسی تاریک به صورت اخلاقی برخورد نشود، خطرناک می‌شود و مشکلات خاص و غیر ضروری را تداعی می‌کند. استفاده از روانشناسی تاریک به عنوان یک ابزار همیشه بد یا شرورانه نیست و می‌توان از آن برای رساندن پیام یا راهی برای متقاعد کردن افراد به انجام کاری بدون دستکاری و کنترل ذهن استفاده کرد. البته هر دو می‌توانند تأثیرات منفی زیادی را بر ذهن و وجود انسان داشته باشند. به این فکر نمی‌کنیم که در یک موقعیت خاص چگونه عمل می‌کنیم یا راه‌های خاصی را به کار می‌بریم، بلکه می‌خواهیم بر اعمال خود کنترل کاملی داشته باشیم. در واقع این ممکن است در برخی موارد درست باشد، اما همیشه هم اینطور نیست. برخلاف دستکاری،
متقاعد کردن کسی برای حرکت به سمت هدفی خاص یا انتخابی ویژه روش اخلاقی و انسانی تری است. این کار به افراد امکان انتخاب و دستکاری روانی را به سمت یک موقعیت خاص می‌دهد. متقاعد سازی ابزاری است که می‌توان با استفاده از آن اشخاص را قانع کرد تا کاری ایمن و اخلاقی را انجام دهند. در این کتاب اطلاعاتی راجع به اصول متقاعد سازی، نظریه‌ها و روش‌های آن و نحوه استفاده از آن به نفع خود بدون آسیب رساندن به دیگران وجود دارد. همچنین زمانی که با فردی ارتباط برقرار می‌کنید بر او تأثیر می‌گذارید و می‌خواهید به طریقی یا شکلی متقاعدش کنید، باید چند گام مهم را دنبال کنید. بار دیگر بیان می‌کنیم که برای جلوگیری از هر گونه آسیب یا بی احترامی باید به شکل اخلاقی از همه این روش‌ها و نظریه‌ها استفاده کرد. متقاعد سازی به ویژه در محیط کاری، روابط شخصی و به طور کلی در زندگی مفید است. همچنان به جای اینکه فردی را فریب دهیم تا کاری را انجام دهد که بیشتر اوقات فقط به نفع یک فرد است، می توانیم با متقاعد سازی راه یا آزادی انتخاب را فراهم کنیم. موضوع دیگر در روانشناسی تاریک هوش هیجانی است، زیرا با متقاعد سازی مرتبط است. برخی از افراد از نظر عاطفی باهوشتر از دیگرانند، یعنی آنها به راحتی متقاعد نمیشوند یا می توانند دستکاری روانی افکار را آسانتر از دیگران تشخیص دهند. همچنین درباره اینکه چگونه می توانید هوش هیجانیتان را بهبود بخشید و نیز راجع به این که در بیشتر موقعیت‌هایی که ممکن است با آن مواجه شوید نفعی برای شما پنهان است. اطلاعاتی وجود دارد. هوش عاطفی تنها در صورتی می تواند به شما یاری برساند که به درستی و به شکل آورده شده در این کتاب از آن استفاده کنید. این هوش بر روابط، شغل و زندگی شما نیز تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل توجه به آن بسیار مهم است. همچنین در این کتاب اطلاعاتی راجع به برنامه‌ریزی عصبی، زبانی و نحوه استفاده از آن توسط افراد برای بهبود زندگیشان و شیوه تشکیل بخشی از طیف تاریک روانشناسی وجود دارد. درباره مبانی برنامه‌ریزی عصبی، زبانی و نیز تکنیک و نقش آن در روابط و مشاغل نیز بحث می‌شود تا شما در صورت تصمیم به شرکت در این فن‌ها یا تمرین‌ها اطلاعات لازم را داشته باشید. پایان مقدمه کتاب روانشناسی تاریک. با ما همراه باشید با چنل آوای کتاب فارسی